بکن حواست نیست و داری از یه جا رد میشی، یا مثلا میری توی یه منطقه تاریک و خلوتی، یهو میری توی بعد دیگه، میری توی یه جای دیگه و میبینی که کل چیزایی که دور و برته همش زرده و یه جایی هستی که هیچ صدایی نمیاد و فقط صدای وزوز پشه و اون وزوز لامپ و اینا میاد و تو تنهایی. چه حسی بهت دست میده اگه بهت بگم که تو گیر افتادی توی بک رومز؟ از دقیقا از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که داخل 2019 توی 21 آپریل یه فردی ناشناس هم هست و ما نمیدونیم که کدوم خریه، میاد توی تاپیک ترسناک داخل سایت فورچن یه عکسی آپلود میکنه که این عکس حس مرموز و یه حس عجیب غریبی انگاری که یه چیزی درست نیست و میده. و وقتی میاد این عکس رو آپلود میکنه که الان دارید میبینیدش عکسو، یه متنی هم زیرش میزنه که حالا محتویات این عکس چیه؟ یه سری راهرو، یه سری دیوارهای با یه زرد عجیب و یه سری لامپایی که یه کلا وایب عجیبی بهت میده و همچنین اون زرد سبز جالبی که داره. و وقتی این فرد میاد این عکس رو آپلود میکنه، یه متنی هم زیرش میذاره که من به صورت خلاصه برات معنی میکنم و بدونی که این اصلا متن چی هست. معنیش اینه که میگه فکر کن تو از ریالیتی یا واقعیت خارج بشی یا نوکلیپ کنی بری توی دنیای زیرین یا بری تو دنیای که نمیبینیشون. و نوکلیپ هم یه استعاره است به اسم اینکه از دیوار مثلا رد شی. خلاصه ترجمه عموما این میشه که میگه تو اگه حواست نباشی و دنیای واقعیت یهو نوکلیپ کنی بری توی بکروم و اونجا میری که یه مش موکت قدیمی نمزده و یه بوی عجیب و بوی قدیمی و یه مش دیوار زرد سبز خیلی عجیب غریب مواجه میشی، یه جوری هم نمیتونی ازش در بیای اگه حواست نباشه. جایی میری که 600 میلیون مایل فقط راهروی مربعی شکله که 600 میلیون مایل هم میشه فکر کنم 900 و خورده میلیون متر کیلومتر، نه 900 میلیون آره متر میشه فکر کنم، آره خیلی کیلومتر میشه 900 و خدا نکنه که تو یه صدای پایی بشنوی اونجا، چون 100% اون موجودم صدای تو رو شنیده. حالا چجوری همه اینا باعث میشه که قضیه بکروم گنده تر بشه که داخل 18 می در اصل چیزی که من اینجا فهمیدم اینه که کین پیکسل اومده این ویدیو رو آپلود کرده و باعث ایجاد شده که اون ویدیو رو درست کنه یا اون فیلم سینمایی رو درست کنه. آپلود میکنه که در مورد بکرومه و همین زمینه ساز فیلم بکرومز میشه که امسال دیدید این فیلمو. حالا این فیلم انیمیشنی چی بود؟ در اون صفحه دارید میبینیدش. این فیلمو که میاد درست میکنه خیلی این بازدید میخوره به قدری که میترکونه توییتر رو و این ترکوندنش باعث میشه که یه فردی با بلندر بیاد این راه این فرد یا این تئوری و این ایده رو استفاده کنه و به اسم کین پیکسل اگه اشتباه نکنم میاد و این سری بکروم و این سری ویدیوها رو با بلندر و به صورت حرفه‌ای تر و گرافیکی تر ادامه میده و یه سری ویدیوهایی که حالا داخل چنلش میتونید ببینید ولی من خب یه ذره فوتیجش رو بهتون نشون میدم، اینا رو میاد درست میکنه و همینا خب گوش بده، همینا باعث میشه که این ایده بوم بکلد بتره کنه و همین ترکوندن این ایده ها باعث این میشه که فیلم سینماییشو بخوان درست کنن. بعد این تا اینجای کار، تا اینجا همه چی خیلی فیکس و مشکل و اینا گفتم که حالا اون کین پیکسل هم که تو سال 2022 و 2023 کلا جریان این ویدیوهای بکروم بیشتر بازخورد پیدا میکنه اینا، اون ویدیو درست میکنه که داخل 2023 یه توییتی میزنه یه فردی یه شرکت کمپانی اسمش دقیقاً نیست الان رو صفحه خودتون دارید میبینیدش که میاد میگه آقا داخل 2023 یه فیلم بمب ترسناک به اسم بکروم قراره توسط کین پیکسل دایرکتوری و کارگردانی بشه. تموم. حالا بعد از این که این عکسو و این متن و اون فرد ناشناس بی پدر میاد توی اون سایت فورچن آپلودش میکنه، مردم خوب شروع میکنن هم تئوری ساختن در موردش و همین که یه سری جوک در موردش داخل توییتر درست میکنن. حالا اون توییتا چی بود؟ اون توییتا یکیش این بوده که با اینجا چه جای خوبیه، کاش من اینجا بودم، با جوراب بیای تو اینجا خیلی خوبه بدون اینکه نگران آینده باشی، خوبه که تو اینجا تنهایی و خیلی خوبه که اون دهه وایب دهه 90 رو بهت میده. یکی اومده بود گفته بود مثلا این توییتایی که میگم مثلا اون ما خیلی ترند بوده، میگه که چی میشد اگه ما اینجا همدیگه رو بوسیده بودیم داخل بکروم.
این تا اینجای کار. که موضوع بعدی هم که هست چیه؟ موضوع بعدی که هست اینه که این قضیه بکروم یه سری فاوند فوتیج هم داره. که این فاوند فوتیج چیه؟ که دوباره مربوط به همین بکرومه و یه سری آدمایی که لباسای ضد شیمیایی، خب اینو تصویرش الان رو صفحه دارید میبینید، یه سری فردی که لباس ضد شیمیایی پوشیدن، کلهشون کلا مشکیه، یعنی جلوش مشکیه، معلوم نیست، نشون میده که از یه بکرومایی دارن فرار میکنن یا داخل یه بکرومایی دارن اینا میدوئن و باعث میشد که این بکروم هی تئوریش قشنگتر، بزرگتر و ترسناکتر بشه. خب قاعدتا و خیلی دوست داشته باشن این تئوری جذابو. حالا نکته‌ای که خیلی جالب هست و لازمه که توی کاکاسیا بدونی اینه که تا اینجا همش یه تئوری بود، تئوری اومدن استفاده کردن، در موردش انیمیشن درست کردن و کلا خیلی تئوری جالب و ترسناک باحالی بود که حس عجیبی میداد. اما اینش بده که بهت بگم یه فردی داخل توییتر توی 2024 که این هم اسمشه میاد و چیکار میکنه؟ یه دونه عکس آپلود میکنه که عکس داخل ویسکانسین گرفته شده، اگه اشتباه نخونم این اسم این شهره. میاد این عکس رو میذاره و میگه که این عکس داخل 2003 گرفته شده و این عکس رو میاد مقایسه میکنه با عکسی که با عنوان The Backrooms شناخته میشده در سال 2019 و اونجاست که من گفتم هیت پشمام و مثل اینکه واقعی بوده. پس اینجوری که بوش میاد تموم، یعنی بکروم وجود داره که این آقا اومده این حرفا رو زده. بله. و مکانایی که حالا دارم الان رو صفحه بهتون نشون میدم، مکانایی که توی 3 می 2024 یه کاربر توییتر به اسم DJXZ_Z اومد اینو آپلودش کرد. خب که آقا من یه جایی رو پیدا کردم، یعنی رفیقای من یه جایی رو پیدا کردن که دقیقاً اون وایب و شبیه بکرومه، ولی جالبش اینه که این عکس سال 2003 گرفته شده. که من بازم عکسای دیگه حالا رو صفحه بهتون نشون میدم در مورد بکرومز و حالا مکانایی که خیلی شبیه بکروم بودن و بعداً تبدیل شدن به حالا مکانهای دیگه. و این توییتی که این فرد توی 2024 میکنه باعث میشه که 81800 تا دونه لایک بگیره و باعث میشه که این ایده و این تئوری یکی از ترسناکترین تئوریایی توی اینترنت باشه و کسی هم پیش جز اون کسی که خواست فیلم سینمایی درست کنه نگرفت. و نظر تو چیه؟ ممکنه یه بکرومی واقعا وجود داشته باشه که من و تو بتونیم از ریالیتی خارج بشیم، از تو ریالیتی بلند شیم بریم توی نو ریالیتی به قول نو کلیپ کنیم و از دیوار رد بشیم و بریم تو اونجا. ممکنه چنین چیزی وجود داشته باشه. نظر تو کامنت کن مهندس.